قبل اینکه سرم لیفت گاتیو رو ثبت سفارش کنی این ویدیو رو تا آخر ببین، چون میخوام تستش رو صورت 2 نفر انجام بدم. اگر خوب بود خرید کنید، اگرم نه که پولتون رو دور نریزید. رو صورت مادرم انجام میدم و پسر دایی. خب مامان بی زحمت ابروهاتو بده بالا که ما میزان چین و چروک پیشونیتو ببینیم. این از این و اینم آقا رضای ما. ابرو بده بالا رضا جان. ماشاءالله. واقعا اگه بتونه این چین و چروکا رو برطرف کنه 100% ارزش خرید داره. طبق ادعایی که این محصول داره میگن به محض استفاده میتونه پوست صورت رو سفت و لیفت کنه، تمام چین و چروکای سطحی و عمقی رو هم برطرف کنه. فقط باید مقداری ازش رو به سطح پوستتون بزنید و 5 دقیقه به سمت بالا خوب ماساژ بدید. چه جالب. آقا حس گزگزیه رو دارم از الان میفهمم. آره داره سفت میشه. جدی؟ آره 5 دقیقه ماساژ بدید. من تستش رو آخر سر تو ویدیو میذارم حتما. خب ما تست سرم لیفت رو انجام دادیم، بریم حالا نظر دوستان رو ببینیم. چطور بود؟ خیلی خوب بود. احساس کشیدگی تو ناحیه پیشونیت میکنی؟ عالی بود. آره ابروهات میتونی بدی بالا؟ پوستم کشیده شد. ابروهات میتونی بدی بالا؟ یکم سخت میره بالا درسته؟ سفت شده دیگه. آره آینه رو با آقا رضا بده بزن. رضا جان نظر. حاجی من میگم اگه دفعه اول اینقدر قهر چیز کنه قبل ویدیو چقدر 1 ماه بخوای استفاده کنی بهترین نتیجه رو ازش میگیری. آره با این محصول فوق العاده میتونید تمام چین و چروکای پوستیتون رو به صورت ریشه‌ای و دائمی برطرف کنید. برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت کافی کلمه بوتاکس رو کامنت کنید.